سرخط خبرها: ادعای جبهه آزادی 2 جنگجوی طالبان را در کاپیسا کشتیم. احمد مسعود برای اشتراک در نشستی درباره افغانستان وارد مسکو شد. یک مرد در میدان وردک توسط افراد ناشناس آتش زده شد. برگزیده‌ای از سخنان محقق در نشست مسکو. و برق وارداتی ازبکستان با 14 ولایت کشور دوباره وصل شد. سلام و وقت بخیر و این سرویس خبری از کانال خبرنگار خوش آمدید و ما مشروع خبر. ادعای جبهه آزادی 2 جنگجوی طالبان را در کاپیسا کشتیم. جبهه آزادی افغانستان مدعی شده است که در نتیجه حمله نیروهای این جبهه بر یک پاسگاه طالبان در کاپیسا 2 جنگجوی طالبان کشته شده و یک جنگجوی دیگر این گروه زخم برداشته است. جبهه آزادی افغانستان روز پنجشنبه 2 قوس با نشر خبرنامه‌ای نوشته است که این حمله بر یک پاسگاه طالبان در پل میرویس واقع ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا رخ داده است. این جبهه افزوده است که این حمله حدود نیم ساعت دوام داشته است. باشندگان محلی صدای درگیری را شنیدند. در روزهای اخیر حملات جبهه آزادی بر پاسگاه‌های طالبان در نقاط مختلف کشور به خصوص ولایت‌های شمالی افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که روز یکشنبه هفته جاری نیز در پی حمله تهاجمی نیروهای جبهه آزادی بر یک پاسگاه طالبان در منطقه رباط پروان 2 جنگجوی طالبان کشته و 4 تن دیگر این گروه زخمی شده بودند. احمد مسعود برای اشتراک در نشستی درباره افغانستان وارد مسکو شد. جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده است که احمد مسعود رهبر این جبهه در رأس یک هیئت برای اشتراک در نشستی درباره افغانستان در روسیه وارد مسکو شده است. این جبهه روز پنجشنبه 2 قوس در اعلامیه گفته است که قرار است احمد مسعود در نشستی تحت عنوان افغانستان در میان گذشته و آینده در مسیر یک صلح عادلانه و توسعه پایدار اشتراک کند. این کنفرانس توسط انستیتوت یک جهان عادل به حمایت حزب عدالت پارلمان فدراسیون روسیه و آکادمی علوم آن کشور برگزار شده است. بر بنیاد اعلامیه جبهه مقاومت ملی افغانستان قرار است در این نشست 10 تن از رهبران و اعضای سرشناس سیاسی، مدنی و نظامی افغانستان و سیاسیون و کارشناسان فدراسیون روسیه اشتراک کنند. سرگئی میرونوف رهبر حزب عدالت و معاون پارلمان فدراسیون روسیه و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی از سخنرانان کلیدی این کنفرانس خواهند بود. در اعلامیه آمده است هدف کنفرانس را علاقه‌مندی روسیه به آمدن ثبات در افغانستان و به وجود آمدن یک روند سیاسی همه‌شمول در مبارزه با افراطیت و تروریسم و مواد مخدر، توسعه اجتماعی و بشردوستانه و همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی تشکیل می‌دهد. به گفته جبهه مقاومت ملی قرار است اشتراک کنندگان ابعاد مختلف صلح افغانستان را مورد بحث قرار دهند. پیش از این جبهه مقاومت ملی افغانستان از دیدار احمد مسعود رهبر این جبهه با سرگئی میرونوف رهبر حزب عدالت و معاون پارلمان فدراسیون روسیه خبر داده است. در آن زمان سرگئی میرونوف گفته بود که مسکو در خزان سال روان میلادی نشستی را در مورد حل و فصل مسالمت‌آمیز مشکلات افغانستان برگزار خواهند کرد و احمد مسعود یک تن از سخنرانان اصلی در آن نشست خواهد بود. یک مرد در میدان وردک توسط افراد ناشناس آتش زده شد. منابع محلی در میدان وردک میگویند که یک مرد در این ولایت توسط افراد ناشناس آتش زده شده و جان باخته است. منابع بر روزنامه 8 صبح میگویند که این رویداد صبح روز چهارشنبه 1 قوس در روستای نورخیل در ولسوالی بنچک ولایت میدان وردک رخ داده است. به گفته منابع این مرد محمد شفیق نام داشت. شفیق از سوی افراد ناشناس آتش زده شده و سپس به دلیل سوختگی‌های شدید جان باخته است. علت و انگیزه این رویداد روشن نیست و طالبانی تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. این در حالی است که چاشت امروز نیز 2 عالم اهل تشیع در مرکز شهر هرات به قتل رسیدند. برگزیده‌ای از سخنان محقق در نشست مسکو. رهبر حزب وحدت مردم افغانستان در نشست امروز مسکو زیر عنوان افغانستان بین گذشته و آینده به سوی آشتی عادلانه و توسعه پایدار گفت که افغانستان لانه امن برای پرورشگاه‌های تروریستی تبدیل شده است که خطر بزرگ برای منطقه و جهان است. به گزارش اسپوتنیک، محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان در نشست
نشست امروز مسکو که زیر عنوان افغانستان بین گذشته و آینده بر سوی آشتی عادلانه و توسعه پایدار برگزار شد، گفت هزاره‌ها و شیعیان تبعیض دولایه را زیر حاکمیت گروه طالبان تجربه می‌کند. در حکومت قبلی افغانستان هزاره‌ها و شیعیان 25% مشارکت داشتند، اما در کابینه طالبان حتی یک وزیر هم حضور ندارد. هزاره‌ها به صورت دست جمعی در ورزشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها و مساجد کشته می‌شوند. در مناطق هزاره‌نشین مرکزی و شمالی مردم کوچ اجباری داده می‌شوند و زمین‌هایشان توسط طالبان غصب می‌شود. گروه طالبان بر علاوه اینکه زنان را از کار منع کردند، حق تحصیل و تعلیم را نیز از آنان گرفتند و زنان را در ردیف اموال و املاک مردان قرار دادند. افغانستان بلانه امن برای پرورشگاه‌های تروریستی تبدیل شده که خطر بزرگ برای منطقه و جهان است. توافقنامه دوحه یک توافق فضاحتبار و وحشت‌آور بود. یادآوری می‌کنیم که مسکو امروز پنجشنبه دوم قوس میزبان نشستی زیر عنوان افغانستان در میان گذشته و آینده در مسیر یک صلح عادلانه و توسعه پایدار است. پیش از این حزب روسیه عادل برای حقیقت گزارش داده بود که قرار است نشست بین‌المللی افغانستان بین گذشته و آینده به سوی آشتی عادلانه و توسعه پایدار به تاریخ 23 نوامبر در شهر مسکو روسیه برگزار شود و در این نشست نمایندگانی از افغانستان، وزارت خارجه روسیه، نمایندگان دومای دولتی، کارشناسان برجسته و خبرنگاران دعوت شدند. در چارچوب این کنفرانس برنامه‌ریزی شده است که موضوعات زیر مورد بحث قرار گیرند: تلاش‌های بین‌المللی برای آشتی میان افغانستانی، تضمین امنیت منطقه‌ای و بازسازی کشور پس از جنگ، سیاست‌های فراگیر به عنوان تضمین گسترش آشتی‌آمیز و باثبات، حل مشکل نابرابری جنسیتی، تروریسم بین‌المللی و قاچاق مواد مخدر که یک تهدید جهانی برای همه بشریت و دیگران است. و برق وارداتی ازبکستان به 14 ولایت کشور دوباره وصل شد. شرکت برق رسانی برشنا تحت مدیریت طالبان اعلام کرده است که برق کابل و 13 ولایت دیگر دوباره وصل شده است. شرکت برق رسانی برشنا تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه 2 قوس با نشر خبرنامه‌ای نوشته است که برق وارداتی ولایت‌های کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، بلخ، سمنگان، بغلان، ننگرهار، لغمان، غزنی، میدان وردک، لوگر، پکتیا و خوست پس از کاهش 50% با مدت 1 روز به گونه عادی دوباره وصل شده است. این در حالی است که شرکت برشنا صبح امروز با نشر خبرنامه‌ای گفته بود که به دلیل ترمیم و ساخت اساسی تأسیسات برق در ازبکستان، برق وارداتی شماری از ولایت‌های کشور از ساعت 8 صبح تا 6 عصر کاهش خواهد یافت. گفتنی است که افغانستان بیشترین برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه و ویژه ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان وارد می‌کند. هم مساله با فرارسیدن فصل زمستان، مشکلات بی‌برقی در ولایت‌های مختلف کشور افزایش می‌یابد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش.